جلسه دوم سخنرانی آقای دکتر مقیمی هستش. مشتاقیم ببینیم اون 2 تومنیا به کی میرسه یا فراموش شد. اینجا این 2 تومنیا رو گذاشتم اینجا. بسیار خوب. خب کیا فکر نکردن درباره این مسئله؟ فکر کنید. خب کسی چیزی داره بگه؟ میخوای لطیفه تعریف کنید هم میشه، ولی خب من منظورم درباره همین داستان بود دیگه. خب ایشون شبیه سازی کردن و کدشو نوشتن. حالت قبلیه نزدیک به -3 در میومد، همش متناسب با -3 بود. خب خدا رو شکر محاسبات ما درست بوده، ایشون شبیه سازی کردن و چی به -3 رو در آوردن. ما اومدیم یه سری قید اضافه کردیم بعد این، یعنی ما اومدیم یه قید شرط، یعنی یه رمزونسی اضافه کردیم به قضیه به اسم جمعیت که این شهرها با توجه به جمعیتشون هم احتمال اینکه هر کدوم جمعیت بیشتر باشن با انتخاب میشد. حالا وقتی این اضافه کردیم این تناسبی که بین -3 بود این کم کم اومد پایین‌تر و به سمت 2.5 و 2.4 کاری که کردن اینه که به هر شهر علاوه بر اینکه تعداد اتصالات رو دادن یه پارامتر دیگه دادن به اسم جمعیت و اینکه یه اتصال جدید درست کنیم هم وابسته است به جمعیت طبیعتاً 2 تا شهر و هم تعداد اون و اینطوری اومده پایین چیزتون نماتون، یعنی به جای -3 شده -2.5. یعنی تقریبا وقتی -3 بود ما حالت‌ها در می‌آوردیم واسه نمودار دکتر مشکلی که می‌کردیم اون نزدیک به مثلا 3 میداد و وقتی رو عوض کردیم اون اومده پایین -2.5 میگید میداد دیگه. مثلا من احساسم اینه که اون باید بره بالا، ولی خب شاید احساس من غلط. خیلی خوب، پس یک کاری کردن به یه مدل یه چیزی اضافه کردن و این کار رو انجام دادن و این نما رو دست دادن. کسی چیز دیگه ای نداره؟ نه. خب ما یه 2 تومانی بدیم بشیم. کدومو میخواین؟ اینو میخواین یا این؟ این یک. خیلی خوب. بسیار عالی. خب ولی من یه جور دیگه این مسئله رو حل میکنم. حل کنم یا نکنم؟ ها چی حال این خواب اینا؟ این جلسه آخره. چیکار کنم؟ حل کنم. خیلی خوب. بریم حل کجا باید بریم؟ اینجا میریم. خب ببین ما یه دونه نمودار داریم که به اون در واقع لوگ درجه رأس‌ها رو میده. جان این 2 روز وقت داشتین حدس بزنید. این لحظه حدس زدین. خب چی دردش اومد یا نه؟ یا احتمال اتصال رو که خطی بگیریم توانی بگیریم. بعد میتونید حلش بکنی؟ نه. حالا یه سری مدل هستن که توانی بررسی میکنن، حالا که فرضای طول مشخصایی نمیشه میذارن الان مطمئن نیستم، ولی فکر میکنم حل ناپذیره. شاید یه ذره یه پارامتر دیگه هم اضافه شه. شاید. به چی نگاه کردی؟ خب بخواه تیدو چجوری؟ من تیه رو الکی که ننویدم، گفتم خب بذار تی بذاری که گفتم تعداد چیزامو بشمرم، شهرامو بشمرم، تعداد بندا رو بشمرم، اینا خودش تی در آورد. میدونید چی میگم؟
یعنی گفتم تیم این بود که چند تا شهر اضافه کردم. خب تعداد شهرها میشه چی؟ میشه تیم. همین الزاما خطی چرا روش خب این هر دفعه که یه شهر اضافه میکنم میگم یه واحد زمانی هم افزایش پیدا میکنم. میتونید عوض بکنید ولی اون وقت همونطوری باید ردش رو بگیرید، داستان به همون میرسه. یه باز تعریف این پارامترتون میشه. خیلی خوب. من لوگ اینا رو میخوام بکشم. شیبی که به دست آوردم شیب -3 برای چیز. بنویسیم لوگاریتم n به لوگاریتم k. ما قراره یه شیب مثلا کمتر در بیاریم. حالا مثلا 2.5 در آوردن. اگر 2.5 بخوایم در بیاریم این یک کمی باید تخت‌تر بشه، اما سطح زیر نمودار یه جورایی کل چیزا رو میده. من اگر کلش ثابت باشه، کل پیوندها و اینا، بچه این باید مثلا اینطوری باشه و این احتمالاً باید یکم جلوتر بره برای اینکه چیز باشه. من باید یه جوری سعی بکنم که اگر میخوام چیزا رو بیارم پایین، تعداد فرودگاه هایی که کلی چیز دارن رو ببرم بالا. چیکار میتونم بکنم؟ ببینید چیکار باید. ببینید یه سری فرودگاه دارم که حالا مثلا 2-3 تا چیز دارن، یه دونه دارم که کلی داره. من اگر بخوام برسم به این موجود، باید کار کنم که احتمال این به این که به این وصل بشه. من قبلا گفتم این 4 باشه، این مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 این مثلا 2 برابر باشه. از این 2 برابر یکم بیشترش باید بکنم که خیالم راحت باشه به این بیشتر میچسبه. یکی از ساده ترین کارهایی که میتونم بکنم اینه که اون احتماله که نوشته بودم قبلا که آی تقسیم بر سیگما که آی، اینو بنویسم که یه آی منهای آلفا تقسیم بر سیگما که آی منهای آلفا. خب مثلا اگه یه فرودگاهی 2 تا اتصال داشته باشه و آلفا رو بگیرم 1، حالا احتمالش میشه به نسبت 1، ولی مثلا یکی 100 تا داشته باشه از 100 به 99 میرسه. احتمال اون 100 خیلی فرق نکرده، ولی اون که 2 تا اتصال داشته احتمالش نصف شده. بنابراین من یه فشاری دارم میارم به اون سمت که آقا فرودگاه‌های پر جمعیت پر اتصال تر بشن. پس من یه همچین تغییر خیلی خیلی ساده‌ای انجام میدم و فکر کنید به چه نتیجه میرسه. من بنویسمش چی میشه یا اینکه شما میتونید حسابش بکنید. جان؟ یه فرض عقل سلیمی داشتیم. آها. عقل سلیم. ببین داستان اینه که شما یه پارامترهای دیگه‌ای دارید که بهتون میگه که یعنی اتصال تنها عامل تعیین کننده اتصال نیست، تعداد اتصالات نیست، عاملای دیگه‌ای وجود دارن. حالا این عاملا گاهی اوقات یه جورایی همبستن با همین تعداد اتصالات. مثلا عاملی که این دوستان به کار بردن جمعیته و از قضا جمعیت با اینکه دقیقاً تعداد اتصالات نیست ولی یه همبستگی داره و این باعث میشه که شاید یه کمی این زوره رو بیشتر بکنه و من یه کمی میخوام چیز بکنم. پیشنهاد دیگه که دادن این که اینو مثلا به جای اینکه توان 1 بگیریم توانای بالاتر بگیریم که اینم درسته، همون تأثیر رو به یه معنی داره. من و خیلی تأثیرش هم وحشتناک بزرگتره، ولی خب غیر از این که حل نمیشه. ما برای یکی از شما میگفتم ما معمولا جایی میگردیم که میتونیم حلش بکنیم، اون جایی که نمیتونیم حل بکنیم بریم دست خالی برمیگردیم. بنابراین یه هنرمون باید این باشه یه جایی رو پیدا کنیم که میتونیم
حلش بکنیم. مثالی که میزنن اینه که چند تا دوست بودن رفته بودن آخر شب مهمونی، یکیشون زودتر برمیگرده، دومی هم یکم بعد میاد، میبینه این رفیقش هنوز نرفته، این سرگردون تو کوچه این ور اون ور میره. میگه چی شده؟ میگه سوئیچ ماشینمو گم کردم. میگه که همینجا گم کردی، اینجا داری میگردیش؟ میگه نه نمیدونم کجا گم کردم، ولی فقط اینجا لامپ روشنه که میتونم ببینم، جای دیگر نمیتونم ببینم، اگرم باشه پیداش نمیتونم بکنم. اینم قصهش همینه. من میتونم انواع اقسام مدل‌ها بدم ولی خب حلش نمیتونم بکنم. اینو میشه حل کرد. این برای اینکه من بخوام حلش بکنم خیلی کار پیچیده‌ای ندارم. اگه یادتون باشه باز می اومدم یه چیزی تعریف می‌کردم، می‌خواستم ببینم که یه دونه کی خونه آیوم کی آی داشته باشه، دی کی آی به دی تی چی میشد؟ میگفتین تو هر گامی من ام دفعه میخوام چیز بکنم، یال بزنم و از این با این احتمال پی میاد، با احتمال پی هم که هستش کی آی حالا یه منهای آلفا داره تقسیم بر چی؟ یه دونه سیگما کی آی دارم. سیگما کی آی چی میشد؟ 2 ام تی. بس سیگما روی منهای آلفا چی بهم میده؟ جمع روی چیه؟ جمع روی تعداد رأسایی که تا حالا دارم. من میدونم تعداد رأسا برابر با تیه، بنابراین یه دونه منهای آلفا تی دارم. یه بقیه‌اش خودتون بنویسید. نما عوض آلفا رو هر چی بگیرید این نما در واقع حساب کتاب بکنید آلفا یعنی نمای به جای 3 در میاد 3 منهای آلفا امو. چی 2 ام نواد باشه؟ اینجا؟ نه دیگه. نه من میخوام ببینم که یه خونه مشخص دارم، میخوام ببینم چند تا یال به این اضافه میشه. من یه خونه اضافه کردم، این ام تا بند میزنه به هر کی، به این ام دفعه شانس داره که بند بزنه، هر دفعه شانسش هم اینقدره. خب این 2000 تومانی مال من برای سال بعد. بذاریمش اونجا، شاید به درد بخوره. خب بریم چیز. من دفعه پیش تقریبا هر مدلی که در نظر گرفتم خیلی عقل سلیمی بود، اصلا هیچ چیز به پیچیده‌ای در چیز نکردم. امروز میخوام یه کمی از اینجا فرا برم، به کارهایی که خب فیزیکدان‌های پیشینه‌ای دارن بپردازم و در نتیجه یعنی یه سازوکار دیگه‌ای برای رفتارهای توانی بگم که این سازوکار خب دیگه به این سادگی‌ها نیست. اینطوری نیستش که در یک جلسه بگی آقا ببین اینطوری میشه و من چون تو یه جلسه هم قرار حرف بزنم یه چیزایی رو نباید بگم قبول کنید که اینطوری است. سازوکار دیگه‌ای که داریم که خیلی چیز جالبیه برمیگرده به گذر فازها. یه همچین پدیده‌هایی که تا حالا حرف زدم و میخوام ربط بدم به گذر فاز. بریم سراغ اسلایدها. خب ما یه گذر فاز میشناسیم خیلی عادی، مثل تبدیل آب به بخار آب، ولی این به درد ما نمیخوره. این چیزی نیستش که من دنبالشم، این فقط تو چای دم کردن و اینا احتمالاً بیشتر کاربرد داره. ولی یه نقطه خیلی جذابی وجود داره، این هر داریم این مایع و گاز داریم، یه خط چیز هست بر اساس فشار و دما، این یه جایی این تموم میشه. خیلی اتفاق جذابیه، یه جایی تموم میشه. این جای ما بهش میگیم نقطه بحرانی. ببینید خیلی جالبه، میتونید از مثلا بخار آب 100 درجه راست برید به آب 100 درجه، هیچ اتفاقی هم نیفته. جان این مرزش چجوری به دست آوردی؟ کدوم مرز رو؟ من به دست آزمایش کردیم. هی آبو گذاشتیم توی یه اتمسفر، دماشو بردیم بالا، یه جایی بخار شد.
بردیم تو مثلا 2 اتمسفر با این کار کردیم، همطور رفتیم یه جای دیگه دیدیم اینطور این اتفاقات نمیفته. شما انتظار داشتید من جواب محاسباتی بدم. ما فیزیک کار میکنیم، فیزیک هم تجربه است، میدونید. اول اونو دیدیم و بعد حیرون موندیم که چیه این قصه و سعی کردیم داریم. آره خوبش هم داریم. خب آره من تمام تمرکزم تنها این یک نقطه چیزه که خیلی اتفاقات جالبی میفته توش. من یه مثال از این نقطه میخوام بزنم. این نقطه بحرانی اگه اشتباه نکنم مال دیوکسید کربونه که بردنش توی فشار مشخص و دمای مشخص که اون نقطه بحرانیه رو گیر بیارن. تقریبا هولوش اونه، یه کمی دما پایین‌تر از اون چیز است. ما 2 تا فاز رو شما الان اینجا می‌بینید، یه فاز پایین یه فاز بالا که این مایع است و این گاز است. این فشار و دما رو یه کمی عوض می‌کنن که برن فرای اون نقطه که چیز بشه، که یه فاز داشته باشیم. بعد یه جوری دما رو میارن پایین و فشار رو حالا تنظیم میکنن که از اون نقطه رد بشیم. البته میدونید چون فشار اینجا با اینجا فرق میکنه، اینطوری نیستش که همش بتونه تو اون نقطه قرار بگیره. یه قسمت کوچیکش این وسط تو اون حالت گیر میفته. بذارین فیلمش رو ببینیم. من حرف بزنم به درد نمیخوره. خب این فعلا 2 تا فاز داره، یه جوری دور میزنن اون نقطه رو، میرن تو اون جایی که یه فاز داریم. خیلی عالیه. هنوز 2 تا فاز داریم. خیلی عالیه. پاکش، آره یکی اومد پاکش کرد. حالا میاد سردش میکنه. اصلا حیرت انگیز. بذار یه چیز هم بگم. این پشت نور اومده، یه لامپ گذاشتم اون پشت و داریم میبینیم. چرا آخه؟ اون چیزی که دیدین دقیقاً اون جاییه که سیستم تو نقطه بحرانی قرار داره. من یکم برگردونمش به اونجا. این تیکه اونجاییه که درست رو نقطه بحرانیه. چرا اینطوریه؟ پیشنهاد بدین. چرا نور رد نمیشه؟ ببین پشت لامپ گذاشتیم، این لامپ ببین این پایین نور رد میشه، این بالا نور رد میشه، اینجا رد نمیشه. همش هم یه جور موجوده، همش دیوکسید کربونه. ظرفیت چی؟ این نور میخواد رد بشه، به ظرفیت گرمایی چی کار داره؟ خب باید جذب بشه. ببین ظرفیت گرمایی ربطی به جذب نداره. ببین مثلا آب خیلی ظرفیت گرماییش زیاده، نور ازش رد میشه. هوا خیلی ظرفیت گرماییش کمه، نور ازش رد میشه. چوب بین این 2 تاست، نور ازش رد نمیشه. خب میخواد چیکار کنه؟ نوری که رد میشه جذب نمیشه برای چی؟ جذب نمیشه، در واقع پراکنده میشه. این اتفاقی که اینجا میفته اینه که پراکنده میشه. جان نه خب بزن باز خودم بگم. ببین برای اینکه یه نور پراکنده بشه چه اتفاقی باید بیفته؟ این چی باید داشته باشیم که این نور رو پراکنده کنه؟ باید یه ساختارهایی داشته باشیم که با اون طول موج اون نوره بخونه که بتونه پراکندش بکنه. و این نوری هم که داریم پر بسامدهای مختلفه، پر طول موجهای مختلفه و همش رو این پراکنده میکنه. یعنی اونجا من یه سری ساختار دارم که این ساختارها تو هر مقیاسی هستن، مقیاس کوچیک، مقیاس بزرگ، مقیاس خیلی بزرگ، مقیاس خیلی کوچیک. و در نتیجه هر نوری میاد میگه آها این افت و خیزه طول موجش با یعنی طول مقیاسش با طول موج من میخونه، میخورم بهش، اونوری میرم. به جای اینکه مستقیم بیام یه ور دیگه میرم. چرا بالاخره دیگه پراکنده که
اینوری پراکنده آب شدت خیلی کم میشه. شما مثلا 100 تا داشتید اینوری میومده، از این 100 تا 2 تاش میاد، 98 تاش یه برای دیگه ای میاد. شدتتون میشه 2%. تاریک میشه. خب پس اتفاق خیلی جذابی که میفته، یعنی واقعا آدم تا یه همچین چیزی رو نبینه باور نمیکنه، اینه که اینا مثلا حالا ساختاراش چیه؟ مثلا ما 2 جور انگار ماده داریم، یکی مایع یکی گازه. اینا یه تو در تو، یه تیکش مایع است، یه تیکش گازه، دوره یه تیکش مایع است و این خیلی رفتار عجیب غریبی داره. من اینو میرم توی یک چارچوب دیگه میگم. اما همین گذر فاز رو برای مواد مغناطیسی داریم و مواد مغناطیسی حالا یکی از ساده‌ترین مدلایی که براش میگیم یه مدلی به اسم مدل آیزینک که یه 2 قطبی مغناطیسی داریم که یا میتونه بالا باشه یا میتونه پایین باشه و مثلا تو اینجا بالاها رو با مثلا سفید نشون میدیم، پایینا رو با سیاه و روی شبکه اینا نشستن. 2 تا چیز کناری دوست دارن که همسو باشن، یعنی انرژیشون میاد پایین‌تر. یه دما داریم و این انرژی که اینا میخوان همسو باشن، دما رو بالا پایین کنیم، از یه حدی بیاریم پایین‌تر، سیستم میره به فاز اصطلاحاً پارامغناطیس، فرامغناطیس که یعنی آهنربا میشه و دما رو ببری بالا میشه پارامغناطیس که خود به خود مغناطیس نداره، باید میدان مغناطیسی اعمال بکنید چه بکنید. این دمای بالاست. این دمای پایین هنوز به تعادل نرسیده و چیزی که میبینید اینه که اینجا از این برفکایی که شما ندیدین، ما بچه بودیم میدیدیم. بچه بودیم میدونید قصهش. نه قبلش هم بود میدونید. اون موقع اینطوری نبود که تلویزیون 24 ساعته با 500 تا کانال یه چیزایی نشون بده. یه دونه کانال 1 بود، ما اون موقع که بودم 2 هم به زحمت بود. بعد ساعت مثلا 4:30 اینا شروع میکرد به چیز. قبل از 4:30 از اینا نشون میداد. 4:30 که میشد اول یه آرم چیز میومد با یه بوق. یه 10 دقیقه این بوقه رو نشون میداد، ما میشستیم با دقت توجه میکردیم. بعد گم شده ها، اخبار گم شده ها. بذاری عکس نشون میداد که این آدم مثلا 3 روز از منزل رفته و تا حالا مراجعه نکرده. به خدا اینا رو نشون ما میشستیم میدیدیم. چی؟ خب من بچه بودم اون موقع البته، ولی خب آره اینا رو این از اوناست. این یکم میبینید تقریبا همش حالا یا اونایی که کنار هم یا سیاهه یا سفیده، این یکی یه وضعیت شرمشور و این نزدیک اون نقطه بحرانی است، اون نقطه گذر فاز است. و شما چیزی که تو این میبینید اینه که من میتونم جزیرهای سیاه پیدا کنم یکم درشتر همینطور جزیرهای پیدا کنیم و هم سفیدا هم همینطور. سفیدای خیلی خیلی کوچیک میتونید پیدا بکنید، یکم درشتر میتونید پیدا بکنید و باز درشتر و بعد یه چیزایی که از مقیاس خود سیستم هست. این خاصیتیه که خیلی خیلی عجیبه. این شما تو هر مقیاسی چیز دارید، ساختار دارید. حالا از این جالبتر این که تو هر مقیاسی ساختار دارید یه چیزی به وجود میاره. اینم من بذارم طول همبستگی هم بگم بعد اونو نشون بدیم. طول همبستگی در واقع اینه که من اگر یه دونه از این 2 قطبی‌ها رو زورکی بگم آقا شما حتما باید بالا باشید، تا چقدر اونورتر میفهمن یکی زور زده که این بالا باشه. اگه تو این فاز باشید یکی رو برگردونید، همه چون به خاطر افت و خیز گرمایی دارن بالا پایین میان بی خیالی ما بالا پایینمون رو میکنیم. تو اینجا هم اگر یه دونه نقطه مثلا اینجا رو از سیاه بکنید سفید، دور و بریا میگن آقا این دیوونه که اینجا اومده سفید کرده خودشو ولش کن، ما بقیه دور و برمون همه سیاهن، ما سیاه میمونیم. بنابراین این اطلاعات باز منتشر نمیشه. اینجا ولی این اتفاق میفته که اگه یکی رو برگردونی اون طرف که یکم نمیدونسته این ور بره اون ور بره میگه آقا یکی تصمیمشو گرفته، پس بیا ما هم تصمیم بگیریم. بعدی هم همینطور میبینی یهو
این اطلاعات تا طول زیادی منتقل شده و طول همبستگی اصطلاحاً ما میگیم بی‌نهایت، ولی خب در واقع یه جوری در مقیاس کل شبکه قرار میگیره. حالا این که چیزه، من یه چیزی هست، نمایشی هست خیلی خوبه، یه در نشستن شبیه سازی کردن از همین مدل آیزینگ و میبینید یه خیلی بزرگ درست کردم. می‌بینید این عدد 131,072 در 131,072 تا خونه گرفتن درست تو نقطه بحرانی و یه چیز در آوردن، منتها تیکه‌های مختلفش رو بریدن. اینطوری شد. خب و حالا این چیزی که هستش اینه که این تیکه‌های مختلف ایناست. خب میگه یکی از اینا کوچیک است، یکی از اینا یه اندازه بزرگتره، یکی از اینا یه اندازه دیگه بزرگتره. منتها من همه رو یه جوری کوچیک بزرگ کردم، اندازه انگار شبیه هم بیاد. حالا سوال اینه که کدوم یکی کوچیک است، کدوم یکی بزرگ است؟ جان؟ همشون میتونن تصویرهای مقیاسش نمیدونیم. ببین ولی من اگر مثلا 4 تا آدم رو میوردم، بعد یکیشو همین خودشو میذاشتم، یکیشو مثلا 2 برابر میکردم، بعد یه تیکه به اندازه آدمشو میبریدم میگذاشتم اینجا، یا هر کاری، بعد یکی دیگر رو 4 برابر میکردم. شما این که آدم کامله، این فقط از کمر به بالاش معلومه، اونم که کلش معلومه کدوم کوچیک است کدوم بزرگ است. خب آره برای آدم یه جوری، ولی خب برای چیزای دیگه هم میتونید این کارو بکنید. حتی برای اون 3 تا شکلی که نشون دادم اگر این کارو بکنید باز میفهمید. حالا باید یکم با دقت بگم ولی چیزه. ولی بذاریم بقیه فیلممون رو ببینیم چه جوری میشه. این داستان یعنی که این سیستم مقیاس ناورداست، بزرگ کوچیکش با هم فرق نمیکنه. اگر که این چیزیه ما یه چیزایی میشناسیم که اینطوری هن. بهشون چی میگیم؟ خارجی ها بهش میگن فرکتال، من بهش میگم برخال. نمیدونین برخال چیه؟ ببین فرکتال از یه فرکت بله به آل تشکیل شده. فرک از اون فرکشن میاد. ما فرکشن رو داریم تو فارسی. چی میگیم؟ مثلا میخوایم بگیم میگیم برخی از آدما اینطوری هن. بعد آل هم اتفاقا داریم مطابق یک شکل دیگه، مثل چنگال، گودال اینا. ما آلو میچسبونیم به برخ، میشه برخال. و در نتیجه ما رفتارهای برخالی می‌بینیم. و از قضا اگر شما یک کمی رفتار برخالی بشناسیم، این توش روابط توانی به وفور پیدا میشه. پس من دنبال چی بودم؟ رفتارهای توانی بودم و تو این سیستما رفتار توانی دیده میشه. یه چیزایی که مثلا هست، مثلا ظرفیت گرمایی ها، نمیدونم مغناطیس، پذیرفتاری، انواع اقسام اینا مثلا میشه تی منهای تی سی به توان منهای آلفا. خب این یه کمی با اون رفتار توانیایی که من داشتم فرق میکنه، چون پارامترهای فیزیکی دارم نگاه میکنم و نه چیزا تاب توزیعا. ولی واقعیتش اینه که یه جوری اینا نشأت گرفته از یه سری خواص هندسی میتونن باشن. مثلا تو همین چیز قبلی که داشتم، حالا مثلا برگردم تو این چیزها، مثلا میتونید تاب توزیع خوشه هایی با اندازه های مختلف رو بکشید و وقت میبینید که این تاب توزیع رفتار توانی داره و اینا یه جوری تاثیر خودش رو توی این چیزه نشون میده. پس من
شروعی که کردم اینه که با یه نقطه بحرانی شروع کردم. حرفی که میزنم اینه که طول همبستگیش بی‌نهایته. مقیاس طول ندارم، به عبارتی نمیتونم با چیزی مقایسش بکنم و اون وقت بهم تقارن مقیاس میده. بزرگ و کوچیکش فرق نمیکنه و درش این خواص برخواری داره که از توش رفتار توانی. معمولا اینجا اون وقت بهش میگیم پدیده‌های بحرانی. پس من یه سازوکار دیگه دارم که یه سازوکار خیلی پیچیده‌ایه، اصلا به اون سادگی اونا نیست و به هم رفتار توانی میده. خب خیلی دوست داریم بدونیم چرا این اتفاق میفته. چرا رفتار توانی میده؟ خب من الان فقط توصیف کردم، گفتم ببین وقتی اینو گذاشتیم اینجا اینطوری شد رفتار توانی میده. و خب خیلی دوست داریم بدونیم چی پشت این ماجراست. و خب یه نفر که آخرش بود و آدمای مختلفی کار کردن و در نهایت یه نفر خیلی قدم بزرگی برداشت که این رو ما خیلی خوبتر بفهمیم و البته بازم با کمک آدمای دیگه ای تونستیم بهتر و بهتر بفهمیم. خب میشناسین این آدمو؟ نمیشناسین. آره. کیا میشناسن؟ نمیشه. یه نفر میشه. این آدم آقای کنت ویلسونه. حتی مثلا کادانوف خیلی نقش مهمی داشت. من خیلی تاکید میخوام بکنم که حالا من شایدم به یه معنی دارم اشتباه میکنم که اسم یه نفر و عکس یه نفر رو میذارم، چون واقعا علم یه رونده. یه نفر کار نمیکنه توش، آدمای بسیار زیادی کار میکنن، بعد حالا یه سنگ آخر رو بالاخره یکی میذاره. و این یه چیزی با یک مفهومی تونستیم این توصیف که چرا رفتار توانی رو بکنیم و اونم یه چیزی به اسم بازبهنجارش. خب یه کمی اسم دهن پر کنی و خیلی وقتا آدما میترسن چه، ولی خیلی ایده جالب و جذابیه. میگه که حالا این آدمایی که اینجا هستن می‌بینیم مثل این دو قطبی‌های مقناطیسی در نظر بگیرید، یه جوری همدیگه رو چسبیدن. این که چقدر همدیگه رو چسبیدن برمیگرده به همون زوری که دارن که میگن ما می‌خوایم همسو باشیم یا نباشیم. ایده اینه که من حالا اونجا دیدم می‌خوام بازمقیاس بکنم ببینم چیه. ایده اینه که من اینا رو یه تعدادی من اینطوری بزنم، آره، یه دسته‌شون می‌کنم. میخوام مقیاس رو عوض بکنم، مثلا 3 تا میکنم توی دسته. مثلا اون اسپینا رو 3 تا میکنم، اگر بیشترشون بالا بودن میگم این 3 تا مجموعاً یه دونه اسپین که بالاست و اگر بیشترشون پایین بودن میگم 3 تا رو برمی‌دارم به جاش یه دونه پایین بودن. ولی میخوام همون مسئله رو توصیف کنم، یعنی همون انرژی ها و همون حالا به زبان مکانیک آماری تاب پارش رو داشته باشم و این ناچارم که اتصالاتشون دست بزنم که همون مسئله است. پس من با تغییر مقیاس ناچارم که برای که مسئله سر جاش بمونه اتصالاتشون رو عوض بکنم. ولی خب برای اینکه اینو با اونم بتونم مقایسه بکنم باید اندازه ها رو برگردونم سر جاش. مثل اون تصویرایی که دیدید، من تصویرها رو همه رو یه اندازه کرده بودم. این همچین کاری. در اثر این کار من یه پارامتری داشتم که اون پارامتر این بود که چقدر اینا اتصال دارن به هم. این پارامتر شروع میکنه عوض کردن. این عوض شدنه بهش میگم آقا بازبهنجارش کردم و عدد اون مثلا ضریب جفتیدگی تغییر میکنه. یه بار دیگه میتونم این کارو بکنم، باز این یه قدم میره جلوتر و همینطور چیز میکنه. و من توی فضای پارامتری که انواع اقسام بهره‌کنش کنش‌ها هست با این کار روی مسیرهای حرکت میکنم. من اینو خیلی نمیخوام واردش بشم، ولی داستانی که هست اینه که ما یه نقطه هایی پیدا خواهیم کرد که این چیزا عوض نمیشن. یعنی با اینکه من باز مقیاس میکنم این اتصال شدتش عوض نمیشه. این یعنی که دستگاه هم تحت باز بهنجارش سر جای خودش میمونه، یعنی که مقیاس ناورد است. این نقطه خیلی مهمیه و بعد حول و حوشش میتونم حالا این که تغییرات چجوریه خطی سازی بکنم، اونو من ویژه مقدار و ویژه بردار یه کارهای از این جنس بکنم و بعد از روی این کارا در میارم که چرا رفتار مقیاسی باید باشه و این رفتار مقیاسی
مثلا اون توانهایی که داریم چیه و این چیزا. من نمیخوام واردش بشم. ولی فقط میخوام بگم که ما ایده این که چرا توی نقطه بحرانی چنین چیزی داریم این هستش، تو دستمون هست و انشاءالله یه وقتی همتون یاد میگیریم. خب ولی یه چیز بد داشت، حالا بد نگم، یه چیزی که به اون مثالایی که من تا حالا زدم جور نمیشد و اون این که برای اینکه به اینجا برسم من باید فشار رو تنظیم میکردم، باید دما رو تنظیم میکردم. حالا من رفتار مقیاسی دارم. ولی من کلی مثال بهتون دفعه پیش نشون دادم کسی چیزی رو تنظیم نکرده. چجوری میشه که این اتفاق میفته؟ بذارید من میخوام روی مثال تمرکز کنم و اون مثال بهمن‌های نورانی توی مغزه. یه اندازه‌گیری‌های اون دفعه هم گفتم، اندازه‌گیری شده، یه سری الکترود گذاشتن به یک مغز موش بیچاره‌ای و بعد چیز کردن، این نگاه کردن هر از گاهی یه دونه خونه روشن می‌شده، بعدش یکی دیگه یه تعدادی روشن شده، بعد دوباره آروم می‌گرفته. و در نتیجه من یه تعدادی بهمن نورانی داشتم. آمار بهمن‌های نورانی رو سعی کردن به دست بیارن و چیزی که می‌بینن رفتار بحرانی یا رفتار توانی اینجور چیزاست. من به این چیزا میخوام توجه بکنید که این وقتی که حالا تعداد چیزا رو کم کرده بودن، الکترودا رو کم گذاشته بودن، این سبزی وقتی که بیشتر بوده و سیاه مال وقتی که بیشتر بوده و این دوم‌هاش هرچی تعدادو بیشتر می‌کردی دورتر می‌رفته. و من اگر بخوام این رفتار مقیاسی این رو بخوام با یه چیزی مثل چیز تعریف کنم، نشون بدم، گذر فازی که دارم چیز میکنم، خب به مشکل خیلی واضح میخورم. مشکل واضح هم اینه که چی دمای مغز رو تعیین کردی؟ چیه مغز رو تعیین کردی؟ و بعد یه چیزی نشون بدم که نه، شاید نیازی به تنظیم نباشه. سیستم خودش رو تنظیم میکنه. و این شروع داستانیه به اسم بحرانیت خودسامانده. من حالا میخوام برم سراغ این مفهوم که سعی کنم یه چیزی بسازم، یک موجودی بسازم که رفتار بحرانی نشون بده بدون اینکه کسی تنظیمش کرده باشه. و مدل استانداردش مدل تپشنیه که من حالا واردش میشم به یه معنی، ولی به یه معنی دیگه بعداً واردش میشم. این خیلی این از هموناست که خیلی ساده است، خیلی با هیچی یهو کلی چیز در میاد. داستان اینه که من یه شبکه‌ای میگیرم که میتونه تو هر کدوم اعداد 1 تا 4 قرار بگیره. اصطلاحاً بهش میگن ارتفاع شن، هرچند یه غلط مصطلحیه ولی منم همین میگم که میتونه 1 2 3 4 باشه. دینامیکی که دارم اینه که میتونم به هر خونه دلخواهی که دلم خواست به صورت تصادفی یه دونه شن اضافه بکنم، ارتفاعش یه دونه بره بالا. ولی یه وقتی میشه که یه خونه‌ای که انتخاب کردم 4 و بعد تبدیل میشه به 5. چیکارش کنم؟ میگم این ناپایدار شد. میگم تو رو خدا خودت بیا پایین. خب شناتو چه کار میکنی؟ میدی به 4 تا همسایه دور. به همین سادگی. هیچ کار عجیبی انجام نمیدم. یه چیز دیگه هم دارم. این شن اگه همینطور اضافه کنم خب بالاخره همه 4 میشن دیگه، چی میشه؟ یه داستان دیگه داره که اگر یه دونه خونه مرزی فروشش بکنه یکیش میره بیرون گم میشه. در چه خیالم راحته که پر نمیشم بچه. جان؟ چرا؟ دور رو انتخاب نمی‌کنه. یعنی چی دور رو انتخاب نمی‌کنه؟ یعنی به یک دور بشه. آها، یعنی به جای خیلی فرق داره. اونم همون تاثیر داره. از این کارام کردم ملت هر چی بگید آدم‌ها. و خوبی ماجرا اینه که من میتونم یه خونه انتخاب کنم، این فروریزش بکنه
و بعد یه خونه همسایه دیگه یا شاید حتی بیشتر از یه خونه دیگه، اونم بیشتر از 4 بشه و بعد اینم فروریزش بکنه و همینطور ممکنه تعداد زیادی از اینا داشته باشم و یه بهمن درست بکنم. حالا جا اگه از مرز بیرون نریزه یعنی مدلتون اصلا اطلاقی نیست. اگه از واردش رو نگه داره نه، این مسئله این چیزی که ایشون گفتن اینه که به 5 میرسه. 3 تا رو میده داخل. آها خودش دو بشه. آها اگر 2 نه، اگر اینطوری باشه باز تعداد شنها ثابت مونده و اگر هی اضافه کنی بالاخره تا خرخره پر میشه و مشکل به وجود. من چیزی که فکر کردم اینه که چیز بکنیم، مثلا ارتفاع حد اکثرش رو یکم دست بزنیم یا یه کاری بکنیم که بالاخره یه شنی گم بشه. حالا این یه چیز مشابهتی من میتونم بگیرم به چیزهای نورونی. چرا؟ من نورونام چجوری اینه که یه خونه‌ای داشته باشم، هی از اطراف ممکنه بهش تیزه بزنن نورونای دیگه و پتانسیلش رو انقدر زیاد بکنن که این دیگه اعصابش به هم بریزه، اینم تیزه بزنه به همسایه‌اش. و این تقریبا همین چیزه که من اگر یه ارتفاع شنی داشته باشم ممکنه فعلا ارتفاعش پایین باشه، فعلا تحریک نمیشه، تا یه جایی که به 4 برسه آماده به تحریک میشه، یه دونه دیگه بیاد روش تحریک میشه و به بقیه تحریکشو میفرسته بره. پس یه شباهتی من میتونم بین این دینامیک جمعیت نورونی و این تپه شنی در بیارم، هرچند حالا یه داستانایی هم هستش. حالا برگردم به جمعیت به چیز هم تپه شنی، میان اندازه گیری میکنن، میان میگن که این محور افقی زمانه، محور عمودی اینه که هر بار که یه فروریزش های رخ داد اون بهمن نورونی، بهمن شنی که رخ داد اندازش چقدر. و چیزی که میبینید که تعداد زیادی بهمن های کوچولو داریم ولی یه تعداد بهمن های بزرگ و یه بهمن خیلی بزرگ داریم. اصطلاحاً میگن ما یک رانش آرام داریم، خیلی آروم دونه دونه داریم شن اضافه میکنیم. پاسخی که سیستم بهمون میده بسیار وحشتناکه، خیلی وقتا کاری بهمون نداره، یه دونه چیز میده. این همون اتفاقی که تو زلزله رخ میده. ما یه رانش آرام داریم که صفحه های چیز همینطور دارن به هم فشار میارن ولی و بیشتر وقتا هیچ اتفاقی نمیفته، ولی یه دونه زلزله خیلی بزرگ داریم. و خب وقتی حالا اینو در آوردیم خوبه که توزیع بهمن‌ها رو در بیاریم و جوابش این چیزی. این رنگ‌های مختلف هم اینه که من اون مربعمو چند در چند گرفتم، مثلا 100% گرفتم، 200% گرفتم یا هر چیز دیگه. و این دقیقاً اون چیزی که میخوام میده. لوگ این در واقع لوگ احتمال رخ داد به اندازه بهمن. یه قسمتی دارم که خط راسته که همون رابطه توانی که میخواستم رو بهم میده و یه سری دوم داره که این در واقع اینه که ته ماجرا چقدر، درست مثل اون چیزی که تو آزمایش چیز نورونی دیده بودیم. خیلی خوب جان، من یه دونه شن ریختم، دیدید ممکن بود این فروریزش بکنه و به خاطر فروریزش شما یکی دیگه و همینطور یکی دیگه تا یه جایی که آروم بگیره سیستم. وقتی آروم گرفت میگم که آقا مثلا 138 تا دونه شن اینا فروریزش کردن، پس یه دونه بهمن دارم با اندازه 138 و بعد میشمارم که حالا مثلا یه مدتی اجرا میکنم، میگم آقا چند تا بهمن داشتی با اندازه 138، چند تا داشتی با اندازه 232، چند تا داشتی با اندازه 2. اینو اینطوری میکشم که همچین داستانی رو. خیلی خوب. و اینم حالا یه چیز بعضی از بهمن هایی که به وجود اومده رو به صورت شماتیک کشیدم. حالا بهمن‌های بزرگ رو خیلی بزرگ نکشیدم چون دیگه همه رو پر میکرد، ولی چیزی که میبینید اینه که بهمن‌هایی داریم با اندازه خیلی ریز، با اندازه یکم بزرگتر، با اندازه یکم بزرگتر، بازم بزرگتر و باز هم خیلی بزرگتر. حتی بهمن‌هایی داریم که کل سیستم رو فرا میگیره و حتی بیشتر، یعنی بعضی وقتا 2 بار سیستم رو جارو میکنه.
و این در واقع می‌بینیم که بی‌مقیاسه، یعنی همون چیزایی که می‌خوایم و دنبالش بودیم داره. یه نکته خیلی جالب هست که من میتونم بگم که چرا طول همبستگی یا به عبارت این که من یه جا رو انگولک کنم بقیه جا میفهمد تو این سیستم وجود داره. چرا؟ به سیستم به یه حالت پایا میرسه. اگر به یه سیستم پایا برسه به طور متوسط هر دونه شنی که اضافه میکنم باید یه دونه شن چی بشه؟ بره بیرون. بیرون رفتن از کجا رخ میده؟ از مرزها. بنابراین به طور متوسط هر دونه شنی که من اضافه میکنم باید یه بهمنی تقریبا رخ بده تا به مرز برسه. چی شد؟ قطع شد. بنابراین من خیلی راحت میتونم استدلال بکنم که این باید بهمن ها به اندازه سیستم چیزش باشه. خب من اینجا قطع میکنم چیزی که حالا یه جور ارتباطی بود بین مدل تپه شنی، پدیده‌های بحرانی، بهمن‌های نورونی و اینجور چیزا و اینکه ما چنین چیز داریم. منتها میخوام برم سراغ اون کاری که خیلی علاقه‌مند بودم بهش، ساده سازی و یه جوری حل چیزتر. چقدر وقت دارم؟ جان من متوجه هستم که اینجا یک پارامتر کنترلی ندارید که شما بتونید، اما واقعا خب دارین ذره به این اضافه میکنید و یک جایی بالاخره یه اتفاقی میفته. اگر که یه تغییری دارین که سیستم انجام میدید، گرچه این اون تغییر خیلی کنترل پذیر شاید نباشه برای ما اگر که نسبت به مدل آگاه نباشیم، اما اگر وضعیت سیستممون رو میدونستم، من دقیقاً سطح ریز مقیاسش میدونستم که اگر الان فلان ذره رو کجا بذارم سریع‌تر به اون بهمن. خیلی این نقش بازی نمی‌کنه. نه چیزی که هستش چی شد دست آخر که شما جواب اون سوال رو چجوری میدید؟ من باید به آخر سمینار برم. فکر کنم نه همین موضوع میخوام بگم، منتها همین این سوال شما برای من خیلی جالبه. یعنی شخصا من وقتی اولین چیز این چی میشه و جوابشو داریم. من سعی میکنم همه اینا رو با یک زبانی که این زبانی که الان من گفتم یه تعدادتون رو خواب کردم نمیفهمیم. خب من باید برم سراغ زبانی که میفهمیم، میشه یه کارایی کرد. خیلی خوب، پس من برم مدل ساده بسازم. موافقین یا مخالف؟ خب بیایم پایین ببینیم چی داریم. خب ببینید من یه چیزی که دارم اینه که روی شبکه مربعی مثلا دارم این چیزها رو انجام میدم، این ارتفاع ها رو چیز میکنم و میخوام ارتباطش بدم به مدل نورونی و اینا و بعد بفهمم که اولا چرا این میتونه رفتار بحرانی نشون بده، در بیارم مثلا این نمودارهای این شکلی رو و همین که چرا ممکنه خودش برسه به نقطه بحرانی. این ایده هایی که میخوام درست بکنم. خب باید ساده بکنیم، اگه ساده نکنیم هیچ کاری نمیتونیم پیش ببریم. اول این چیز ساده ای که میخوایم بکنیم اینه که شبکه‌مون رو ساده بکنیم. حالا درگیریمون با شبکه چیه؟ درگیریمون با شبکه میدونین چیه؟ اینه که مثلا این فروریزش بکنه بده به این، بعد این فروریزش بکنه بده به این، از این طرف هم این فروریزش بکنه بده به این، اینم ممکنه بده به این. این که از دو طرف برسیم به یه جا حساب کتابش سخت میشه. من خیلی دوست دارم که هر کی برای خودش بره. بنابراین چی نباید داشته باشم؟ حلقه نباید داشته باشم. خب چه گرافیه که حلقه نداره؟ درخت. آره من یادم دانشجو که بودیم جلو دانشکده ریاضی یکم اونورترش یه درختی بود که این بچهای ریاضی روش نوشته بودن این یک درخت نیست. چرا؟ یه طناب بس کرده بودن از یه دونه شاخش به تنش. این یک درخت نیست.
بنابراین من یه چیزی میخوام که درخت باشه. خب درخت رو چجوری میکشیم؟ بچه ها میکشن، ما یه جور دیگه میکشیم. یه نقطه میذاریم، این میشه ریشه درخت، بعد به یه جاهایی وصله، مثلا به 4 تا جا وصله. بعد هر کدوم از اینا به یه چند تا جا، میتونه تعدادش هم فرق بکنه، مثلا یکی به 3 تا، یکی به 2 تا، یکی به 4 تا، اینطوری وصل بشه. ولی خب حوصله نداریم که پارامتر زیاد بکنیم، میگیم مثلا همه به 4 تا و بعد همینطوری میتونیم بریم جلو. پس فعلا یه دونه ساده سازی کردم، این که شبکه‌مو یه جوری کردم دور نزنه. خب چی دارم؟ اینه که قراره مثلا یک اتفاقی بیفته، یه جایی من جهت‌دار نیستش، نه خیلی مهم، ولی اگر چیز بکنید اونم خیلی فرقی نمیکنه. از یه جایی میتونید شروع بکنید، اگر از اینجا بریم این ورشو کاری نداشته باشین، بقیه‌اش میتونید برید از اون ور جلو باز به یه چیز برسید، خیلی فرقی نمیکنه. من حالا قراره به یه جایی شن اضافه بکنم، اگر این فروریزش کرد باعث بشه که بعضی از اینا فروریزش بکنن. ولی این که کدومشون فروریزش میکنه کدومشون نمیکنه، برای اینکه بدونم چی لازم دارم، باید بدونم که ارتفاع اونا چقدره. خب خیلی کار سخته همه اینا رو به خاطر سپردن که هر کدوم چقدره، کار سختیه. باید کیلویش کنیم. چجوری کیلویش کنیم؟ چی؟ توضیح ارتفاعی بدیم. این چی برام مهمه؟ اینی که آیا اون یکی فروریزش میکنه یا نه. فقط این سوالو میخوام جواب بدم. چی؟ 1 به 4 بدیم. نه من اصلا میدونی اصلا میخوام یه سرش کنم. آقا اون ارتفاع رو میخوام کلا فراموش کنم. یا آقا با یه احتمال پی اینو فروریزش میده. حالا پی رو بعدا باید بهش بپردازم که چیه. پس فعلا اصلا ارتفاع رو فراموش میکنم، همه رو میریزم دور. میگم که اگر این فروریزش کرد، هر کدوم از اینها با احتمال پی فروریزش میکنه. دیدی یه ساعت از این واقعا بعید میدونم بشه کردش. حالا ببینیم اینو میتونیم حل کنیم یا نه. پس داستان اینه، من این نقطه رو اگر فروریزش دادم با احتمال پی هر کدوم از اینا ممکنه فروریزش بکنن و با احتمال 1 منهای پی فروریزش نمیکنن. خب حالا باید چی کار کنیم؟ حالا کاری که میخوام بکنم اول از همه اینه که بگم آقا این یه رده شماره 1، بعد یه رده شماره 2 دارم اینجاست و همینطور میتونم رده های شماره چیز بدم. سوالی که میپرسم این که تو رده شماره کیوم چند تا خونه فروریزش کرده دارم به طور متوسط؟ مثلا خب اولی اگه فروریزش کرده توی رده شماره 1 که اینه، این 4 تاست، چند تا خونه فروریزش کرده دارم به طور متوسط؟ مثلا اینجا 4 تا خونه دارم، مثلا فرض کنید M تا همسایه در نظر بگیرم، هر کدوم با احتمال P فروریزش میکنن، پس تعدادشون میشه MP. و N2 چی میشه؟ باز میتونید ببینید که این به اندازه از سر این شروع کنید همین اتفاق برای این 4 تا این میفته، از سر این شروع کنید همین اتفاق از 4 تا این میفته و این جوابش اینه که هستش MP به توان 2 و N کار رو در میاریم MP به توان K. خب حالا اگه MP کوچکتر از 1 باشه چی میشه؟ این چیز جالبی داریم میرسیم. اگه MP کوچکتر چی؟ چند تا میره جلو دیگه نمیره جلو. یعنی بهمن هایی که رخ میده حتما کوچیکن. و اگه MP بزرگتر از 1 باشه
یه چیز بکنید انقدر زیاد اصلا تموم نمیشه. این در واقع رفتیم توی فازی که به دردمون هم نمیخوره. همه دارن چیز میشه. جایی که احتمالاً جذاب برامون پس کجاست؟ جایی که MP برابر است با 1 MP هست 1. پس برنامه‌ای که میچینم اینه. اول از همه میخوام ببینم آیا واقعاً در پی مساوی با 1 امو رفتار مقیاس بی مقیاس میبینم یا نه؟ این سوال اولم. از سوال دومم اینه که آیا این سازوکاری مثل سازوکار تپه‌چینی فشار میاره به ما که بریم تو این پی که چیز هستش 1 امومه؟ پس دو تا سوال خیلی حیاتی دارم. یکی این که آیا حالا اگر من برم سراغ این حالتی که پی برابر است با 1 امو آیا رفتار بحرانی میبینم؟ خب اینم حل کردنش سخته. من میخوام تا به توضیح چیزا رو در بیارم. بهمن‌ها. خب کی میتونه در بیاره چنین چیزی رو غیر از دشمن؟ باید از دوستان باشه. 2000 تومانی مونده هنوزا. خب به ازای ام دلخواه سخته. شما چه امی رو پیشنهاد میکنید؟ باریکلا. منم 2 رو پیشنهاد میکنم. بریم سراغ ام 2. خب بکنم این. خب پس ما ام رو میگیریم 2. خیلی عالیه. و در نتیجه اون پی که قاعدتاً بحرانیه پی سی میشه 1/2. من باید ببینم در 1/2 چی میشه. و اتفاقی که میفته شبکه‌مون یه چیزی شبیه به اینه. خیلی عالیه. و دنبال یه همچین چیزی هستم. احتمال این که وقتی من اینو روشن میکنم استخونه روشن داشته باشیم و اینکه این احتماله رو که پیسی گرفتم فعلا یه پی دلخواه میگیرم. میخوام اینو در بیارم. خب یا خدا ببینیم چجوریه. خب فرض کنید من یه اس مشخص میگیرم، مثلا اس 4 تا خونه روشن شده. این اولیه، دومیه مثلا این بوده، این یکی روشن نشده، من با خطچین نشون میدم، اینم روشن شده. این 1 2 3 4 تا خونه داره و اگر 4 تا دقیقاً داشته باشیم معنیش اینه که اینم روشن نشده، اینم روشن نشده، اینم روشن نشده، اینم روشن نشده. من میخوام احتمال چنین اتفاقی رو پیدا بکنم. خب بگید چی بنویسم؟ من میخوام احتمال این که دقیقاً 4 تا خونه روشن بشن و بعد تموم بشه رو پیدا بکنم. خب یه 2000 تومانی داریم ببینیم کی میبره. پی به توان 3 بشه. خب کیا با پی به توان 3 موافقن؟ این بذاریم پی به توان 3. پی به توان 3 همین. دیگه چی؟ چی؟ خب یعنی چی بنویسم؟ 1 منهای پی. خب همین. چند تاست؟ 5 تاست. خب ولی این تنها حالتی نیستش که 4 تا نقطه داشته باشم. اونا رو باید بشمارم. اون جایزه داره. جایزه چستر بزن. این جایزه گم شده.
دفعه 10 تومانی گیر آوردم. بذاریم اینجا. بذاریم استدلال رو من چیز بکنم. ببین مثلا من اگر اس تا خونه داشته باشم، اولی که هیچی، برای روشن شدن هر کدوم باید یه دونه پی داشته باشم. یعنی یه دفعه من برای اینکه این خونه روشن بشه احتمال پی رو باید داشته باشم. بعد برای اینکه این روشن بشه اینجا باید احتمال پی رو داشته باشم، برای اینم باید پی داشته باشم. بنابراین اگر اس تا خونه روشن شده، اولیه که به کنار، پی به توان اس منهای یکی دارم. اما برای اینکه بیشتر از چیز نباشه، جان سوالی بود. حالا بذارین ببینیم. اگر بقیه‌اش هم باید اینا روشن نباشه. اگر یک کدوم از اینا روشن میشد، به جای اینکه استا داشته باشم مثلا اس به علاوه یکی یا چیز دیگه ای داشتم. بنابراین تمام این یکی‌ها باید خاموش بشن. کلاً وقتی ما استا چیز داریم، هر کدوم به اندازه هر کدوم دو تا چیز داره. بنابراین 2 استا بند اینجا پیدا میشه. اس به علاوه یکیش، اس منهای یکیش که شده پی، بقیهش باید چی باشه؟ 1 منهای پی باشه. فقط یه فاکتور اینجا میمونه، تعداد درخت‌های استایی. خب این تعداد درخت‌های استایی. مثلا تعداد درخت‌های یکی یه دونه است. تعداد درخت‌های دو تایی ببین چیه، یا اینه یا اینه. پس تعداد درخت‌های یکی یه دونه است، تعداد درخت‌های دو تایی 2 تاست. ثابت این تعمیم اینه که درخت‌های 3 تایی 3 تا. ولی خب اینطوری نیستش. 3 تایی میتونه این باشه، میتونه این باشه، میتونه این باشه، میتونه این باشه، میتونه این باشه. پس درخت‌های 3 تایی 5 تا. پس ما 1 2 5 بعدیش چنده؟ 1 2 5 7. کیا به 7 رای میدن؟ ببین چیز. یه دونه اضافه کنیم. خب یه دونه اضافه بکنیم. 5 تا هستن. هر کدومشون بخاطر از 10 یه دونه اضافه. عدد بدیم. 10. کیا میگن 10؟ خب 1 2 3 4 7 8. خب دیگه یه دونه دیگه داشتیم 7. کیا 7 نبود؟ اون که پیشنهاد شما فقط یه نفر دیگه نداریم. 9 1 9 2 12 رفتیم بالا 12. خب کار سختیه حساب کردنش، من هم حسابش نمی کنم. ولی از همه عددی که گفتیم بیشتره. 14 کل میشه یکم باید. این جوابش اینه 1 تقسیم بر اس به علاوه 1 انتخاب اس از 2s. پس حالا اگر اینو بپذیریم که ناچاریم بپذیریم، اگه کسی نمیپذیره من دعوت میکنم بیاد اثبات بکنه. با این حساب پی اس و پی میشه 1 تقسیم بر اس به علاوه 1 انتخاب اس از 2s در پی به توان اس منهای 1 منهای پی به توان اس به علاوه 1. حل شد.
خب حالا این رفتار توانیه نیست چجوریه چیکارش کنیم؟ من یه چیز بگم قبل از اینکه برم جلو، بگم که تو اون بهمن‌های نورونی اون توانی که داشتیم 1.5 اینو اندازه‌گیری‌هایی که کردن 1.5. من میخوام این 1.5 رو به خاطر داشته باشین. حالا من اینو باید یه جوری سادهش بکنم. معمولا بهمن‌های کوچیک خیلی برام مهم نیست، بهمن‌های بزرگ خوبه. بنابراین اینا که اس فاکتوریال و 2 اس فاکتوریال اینا میتونم از تقریب استرلینگ استفاده بکنم، یکم برای اسای خیلی بزرگتر از 1 اینو در بیارم. خب برای اسای خیلی بزرگتر از 1 این تقریبا خب اون 1 اسم میشه، اون 1 رو می‌ریزیم دور. یه 2 اس فاکتوریال دارم که 2 اس فاکتوریال تقریبا هست 2 اس ایوم به توان 2 اس ضرب در رادیکال 2 پی ضرب در 2 اس. این صورت مخرجمون یه دونه اس فاکتوریال ضرب در اس فاکتوریال داریم که اس فاکتوریال میشه اس ایوم به توان اس، حالا دو تاش داریم میشه به توان 2 اس، یه دونه هم رادیکال 2 پی 2 اس داریم که ضرب در هم میشه یه دونه 2 پی اس داریم. خب این یکی ها رو چکار کنیم؟ یه دونه پی میارم توی مخرج، یه دونه 1 منهای پی میذارم توی صورت، میشه پی در 1 منهای پی به توان چی؟ اس. خب باید ساده بکنیم دیگه. خب این یه اس به توان 2 اس دارم، یه اس به توان 2 اس اینا میرن، یه ای به توان 2 اس دارم، یه ای به توان 2 اس دارم، اینا با هم میرن. پس خیلی چیزاش با هم میره. این 1 منهای پی میمونه، پی میمونه. یه دونه 2 پی رادیکال توی صورت دارم، یه 2 پی رادیکال توی مخرج دارم، این رادیکال 2 پی توی مخرج میمونه. اینا چیزای مهمی نیستن. یه 1 اسم دارم، یه دونه رادیکال اس اینجا میمونه، پس یه دونه 1 تقسیم بر اس به توان 3/2 میاد که خیلی خوشحال کننده است. یه 2 به توان 2 اس دارم که می نویسمش ای به توان اس لوگ 2 لوگ 4. یه دونه هم پی در 1 منهای پی به توان اس دارم که باز می نویسمش ای به توان اس در لوگ، با این جمع میشه در نتیجه اینجا ضرب میکنم پی در 1 منهای پی. خیلی عالی شد. نمیدونید چی به دست آوردین. اگه میدونستید یه دست برای خودتون میزدید. این اس به توان 3/2 رو اینجا در آوردیم. این خیلی خوبه. منتها یه چیزی دارم، این به توان اس در یه چیزی. این چیز اگر پی رو بذارم 1/2 پی 1/2 1 منهای پی هم 1/2 تو هم ضرب کنیم 1/4 تو اون 4 هم ضرب میکنیم میشه 1 لگاریتم اس هم میشه 0 ای به توان اون هم میشه 1. تموم. چی؟ دست بزنیم. و اگر پی رو یک کمی با 1/2 فاصله بدم، هر چقدر بدم، این اس به توان 3/2 رو تا یه جایی میبینم که در واقع این خیلی، مثلا فرض کن پی رو به جای 1/2 بدم 1/2 به علاوه اپسیلون، تا یه جایی اون خیلی اثرش دیده نمیشه، من یعنی که اثر رو انقدر بزرگ بکنم که اون اثر اون دیده بشه. بنابراین من با این استدلال‌های نه خیلی پیچیده تونستم نشون بدم که آها آره اگه یه چیزی مثل تپشنی داشته باشم با این هندسه ساده شده و با این چیزا
به هم اسم مساوی یه چیز میده که از قضا با بهمن‌های نورونیم هم سازگاره. ولی سوال دومم هنوز جواب ندادم و سوال دومم اینه که چرا بره به پی مساوی 1/2؟ چی؟ نه باید دینامیک ببردش. وقت کمه، من ناچارم دیگه خودم بگم. خب من برای اینکه برسونمش به یکم به تپه شنی نزدیکش بکنم، در واقع من از یه نقطه شروع میکنم میبرم به میبرم جلو. تو تپه شنی من وقتی یه جای شن اضافه میکردم یه جای شن گم میشد. کجا بود؟ بنابراین من باید یه مرزایی داشته باشم. کلی از این ته نشستن که وقتی به اینجا میرسیم چی بشه؟ شنا بریزم بیرون. من مرز لازم دارم. حالا من یک کمیتی دارم به اسم پی که بهم میگه که اگه یه خونه فعال شد، 2 تا همسایه روبرو شد، چقدر فعال میکنه، با چه احتمالی. طبیعتاً این پی به میانگین ارتفاع وابسته است. هرچی میانگین ارتفاع بیشتر باشه پی بیشتره. اگر میانگین ارتفاع پایین باشه خب خیلی شانس کمی داریم که یه شن بهش اضافه بشه، فعال بشه. پس من اینو میدونم که یه تابع پی یه تابعی از اچه و این تابع حتما صعودیه. حالا فرض کنید پی کوچکتر از پی سی که تو این چیز ما 1/2. من در واقع H رو یه جوری انتخاب کردم. H یه جوریه که P کوچکتر از PC شده. حالا یه دونه شن اضافه میکنم اون سر. این بهمن‌ها دیدیم زیاد جلو نمیرن. برای اینکه P کوچکتر از PCه، هر چیزی که رده‌ای که میریم جلو احتمال اینکه یه چیزی باشه قرار بود پی ضرب در اون تعداد باشه، که یعنی من 3-4 تا گام میرم جلو و بهمن تموم میشه و نمیرسم این ته. بنابراین میانگین ارتفاع چی میشه؟ زیاد میشه. یه دونه شن اضافه کردم. پس اگر H یه جوری باشه که پی کوچکتر از پی سی باشه، در نتیجه میانگین H زیاد میشه. و در نتیجه P زیاد میشه. نه؟ پس من اگر H میانگینم یه جوری باشه که P رو پایین نگه داشته باشه، با این دینامیک دارم P رو زیاد میکنم. حالا اگر H یه جوری باشه H یه جوری باشه که P بزرگتر از PC باشه، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ من یه دونه شن اونجا اضافه بکنم، چه اتفاقی میفته؟ از اون بهمن‌های شدید رخ میده که تا ته میرن، هر چی جلوش باشه میشوره میبره تا اون ته. الان همه میرسن این ته و اون ته چه اتفاقی میفته؟ شنا دونه دونه میپرن بیرون. در نتیجه میانگین ارتفاع چی میشه؟ میاد پایین. پس اگر چنین چیزی داشته باشم H کم میشود. در نتیجه چی میشه؟ P کم میشه. به این معنی من اگر این H باشه یه HSC دارم که متناظر با PSCه. اگر این طرف باشم راه میفتم میام اینور، اگر این طرف باشم راه میفتم اینور. هرچه از هر جایی شروع بکنم مستقل از اینکه کجام، هیچ چیزی رو تنظیم نکنم، خودم رو میرسونم بدو به PC
و بعدش هم چیه؟ رفتار توانی. تموم شد. خیلی ممنون. انتظار داشتم که مثلا همه اکثر شاخه‌های اون ارتفاعی زیادی که داشتیم اندازه هم باشن یا مثلا داخل یه حالت دور تناوبی اینا پیش بیاد، ولی اینجوری نه. تو اینجا که ما به دست آوردیم نگرفتم سوال. داخل اون نمودار نورانی اون که رفتار توانی یهو داشتن میرفتن بالا میومدن پایین، اون نمودار اولی که از نوران نشون دادیم. ببین من چیزی که نشون دادم این بود دیگه. اینه. نه خب چیو میگی؟ اینو میگی؟ قبلیه قبلیه؟ همین سیاسفیده. سیاست این؟ خب این مال تپشنیه. آها مال نورانا نیست؟ ولی مال نوران یه چیز شبیه به همینه. خب میگم چرا مثلا اون یه دونه ارتفاع خیلی زیادی که داریم بعد از این مدت دوباره تکرار نشده؟ اگه یه مقدار دیگه صبر می‌کردید رخ می‌دید. سوالتون مثل اینه که چرا مثلا فلانجا که مثلا اون دفعه زلزله 7 ریشتری اومد چرا دیگه نیومد؟ آقا صبر کن میاد. سوالی هستش؟ خب یه بار دیگه تشکر کنیم بچه‌ها.